اگر میخوایم حل مشکلات کشور بشه، حتی اسلامیتمون تقویت بشه، جمهوریتمون تقویت بشه، با مشارکت مردمه. مشارکت مردم با رقابته. ولی ما الان 8 ماه گذشت، 9 ماه تا خود رهبری دوره بیان بفهمن که آقا من رقابت میگم، رقابت حقیقی. خیلی جالبه. خود ایشون، من تعبیرات ایشون رو آوردم. ایشون میگه که رقابت واقعی، اگه فکر کنید با رقابت سوری میشه شما مشارکت بالا ایجاد بکنید. رقابت واقعی یعنی بازیگران جدی بیان وارد صحنه بشن. یعنی شما بیاید حرف من نفی کنید، بگی راهت غلطه، من انتقاد جدی دارم، من این مسیری که انتخاب کردی نادرسته، به اون هدفی که داری میگی نمیرسی، اجازه بدیم حرف زده بشه. و رسانه ملی جای این حرفاست، رسانه‌های ما جای این حرفاست، تریبون‌های ما جای این حرفاست. ولی ما متأسفانه میترسیم از این گفتگوهای جدی، نگرانیم، اشتباه هم میکنیم.